سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور تعالى عن الجسم والمكان، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار گرامی، دوستای محترم و سامعین، انشاءالله طبق وعده مسئله دیگری را امروز به محضر گرامی شما تقدیم می داشته باشم و مسئله امروز که شروع می کنیم مسئله نهادن دستها در نماز. آیا تحت سره، زیر ناف یا فوق سره باشه؟ چرا دوستا این اختلافی که در میان فقها در این مسئله جاری است، اولا خو مذاهب را معرفی میکنیم که حکم از این چی است، بعد از او کدام علما در کجا بر این مسئله قول داره و استناد مذهب احناف رحمت الله تعالی علیهم اجمعین و کثر الله جمعهم این را باز بیان میکنیم. خو قبل یک مقدمه گذاری ضرور است که باید همه دوستا بدانند. این اختلاف قابل طعن نیست، چنانی که ما در دروس رفع الیدین و قرائت خلف الامام بیان کردم. این طور یک اختلافی است که جانب یا یکی از جانبین جانب آخر را در این گمراه تلقی کردن نمیتونه. چرا در این سلف وجود داره که بعضی ها با یک هیئت قائل بودن و یکی از ائمه او هیئت را اختیار کرد و بعضی ها به هیئت دیگر قائل بودند که ائمه بعدی هیئت دیگر و طریق دیگر را اختیار کردند. بنابراین دوستا، اگرچه با این مسئله ما کسی را گمراه هم نمیدانیم و این مسئله قابل غور و بحث هم نیست، و این را هم بدانین که مسائل اساسی ما که با غیر مقلدین ما مشکل داریم این مسائل نیست. چرا غیر مقلدین به خاطر قرائت خلف الامام یا به اسم آمین بالجهر یا به ماندن دستا سر سینه به واسطه از این کارا و عقاید مزخرف خود میخوان پت بکنن، ورنه ما اونها را ثابت میکنیم که اونا مجسمه هستن، مشبهه هستن در مسئله تقلید که همه امور مسائل است. در اون مسائلی که مسائل بیشتر که اونها اهم و مهمتر هستند، ما با اونا در اون مسائل اصولی و عقیدوی مشکل داریم. اما این خو مسئله عملی است که ایرا به خاطر از این که اونا عوام فریب داده باشه، گویا اینطور برایشان تلقی کرده باشه که عوام الناس ایرا فکر بکنند که احناف با امرای وهابی ها و فرق ضاله دیگر یا فرقه دیگر ای تنها به می رفع الیدین و به نکردن یا به کردن از ای آمین و بلند و پایین به صدای پخش در اینا مشکل داشته باشه. اما نه، این مشکل اساسی نیست. ما به خاطر این مسئله را روشن می سازیم، چون بعضی دوستا از حتی الامکان از تاجیکستان هم برای ما مسیج کرد و از جای دیگر هم مسیج کردن که همین مسئله را اگر در موردش معلومات برای ما بتین بیشتر. اگرچه ما قبل این مسئله را در ضمن عناوین خود گرفته بودیم، چون دوستا در گروه مشورت هم به می مسئله کرده بود. بناهن هم با امو که مشوره کردیم و هم با استناد درخواست و التماس دوستا این مسئله را شروع می کنیم. اولا حکم به دست دارم کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه مجلد اول صفحه 152. جمهور ائمه قائل هستند که گذاشتن دست راست به دست چپ ای از جمله سنت است، یا فوق سره بالای ناف یا تحت سره یا زیر ناف، به اتفاق علما سنت است. اما مالکی ها، امام مالک رحمه الله و علمای مذهب امام مالک اینا قول میکنن که نه مستحب است. اگرچه مذهب شافعی رحمه الله را هم علامه نووی در شرح مهذب که نقل کرده میفرماید که محل موضع یدین
که مذهب ما میگه مستحب است. این هم قول مستحب را اگرچه اینجا قول نقل کرده. خب کتاب مذاهب اربعه بازم معال قول اول بعض فقها ای استحباب را و سنت را بردیف واحد میدانند، بناهن مستحب را قول به سنت و سنت را اطلاق شب مستحب میکنند. خب غایت ما فی الباب ای جمهور ائمه قول کردن که سنت است. امام مالک صاحب به استحباب قول کرد. خو اختلاف در اینجاست که کجا دست خود بگذاره. احناف برای مردم میگه که باید زیر ناف بگذارن و امو انگشتای خود حلقه بکنه، خنصر را با امرای ابهامه ایره حلقه بکنه، انگشت کلان و کوچک حلقه بکنه و 3 انگشت بالای امی رسغ یا با امی دست بگیره، بالای بازو به منجا بگیره و دیگر حلقه داشته باشه به زیر ناف. و اگر زن باشه باز به سر صدر به سر سینه میگیره، زیرا بدون حلقه کردن بلکه همو تو وضع میکنه میگذاره. دیگه ای استر از برای زن است. حنابلة قول میکنه که از برای مرد و زن ای است که باطن دست راست خود را بر پشت دست چپ خود بگذاره و در زیر ناف. شافعی، امام شافعی و مذهب امام شافعی رحمه الله قول داره که زن و مرد بگذاره بطن کف راست خدا بر پشت چپ دست چپ در زیر سینه، در زیر سینه بالای ناف بگذاره زیر سینه. این قول اونا شد. پس و این قولی که اینجا نقل کرده صاحب امام نووی شرح مهذب مجلد 3 صفحه 188 فرع وضع میکنه، میگه که محل موضع الیدین قد ذکرنا ان مذهبنا، ما ذکر کرد، میگه ما ذکر کردیم که مذهب ما مستحب است جعلهما گذاشتن اردو دست تحت صدره فوق سرتی در زیر سینه بالای ناف. و به هذا و به می قول ما سعید بن جبیر و داود قول داره. و قال ابو حنیفه و ثوری و اسحاق، امام اسحاق و امام ثوری و ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیهم اینا قول دارن که یجعلهما تحت سرته در زیر ناف مگذارن. و به می قول ابو اسحاق مروزی از اصحاب امام شافعی هم قول کرده. و ابن منذر از نخعی و ابی مجلس و از علی رضی الله تعالی در باب چند روایت است که انشالله بازو مسئله را ما فردا در استنادات بیان میکنیم. حال کوتاه در فرع مذاهب بیان کردم برایتان که مذاهب چگونه بیان دارن. انشالله این مقدمه را به طور دقیق گوش کنین که مهم است و اهم، چرا در این طور اختلافات که اسلاف در این مختلف باشن، علما در جانبین علمای بزرگ اکابر وجود داره. اگر خدا ناخواسته اندکی گستاخی و بیادبی از ما در الفاظ و سایر مسائل صورت بگیره، مبادا روح علما از ما خسته شده باشه و اونا اکابر هستن، باید نهایت کمال احترام به اونا داشته باشیم. بنانی اختلاف بازم میگم قابل از این نیست که یک جانب آخر را به واسطه از این گمراه بدانه. اما چون ما احناف در این مسئله، احناف ما را بعضی متوغلین، بعضی چی که همه وهابی ها به این میکوشند که احناف ما را در تردد پرتن، اما به خاطر دفع تردد و امو احساسی که در حقشان داریم میخواهیم امو ادله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه که مبنای مذهب امام ابو حنیفه به او ادله شده او را برایش بیان کنیم که امام ابو حنیفه وقتی قول میکنه که در زیر ناف مانده شوه، اینی دلایلش است، در فلان کتاب به این سند وجود داره. دیگه اونها خسته نباشن، باید به یقین مذهب احناف رحمهم الله را و کثر الله جمعهم ای را بدانن که اینها بر حق هستند، در این مسئله با خود ادله و دلایل به طور کافی دارن. انشالله شما دقیق گوش داشته باشین به این مسئله.